دوستان سلام، وقتتون بخیر. یه نکته راجع به کرسی چینی های کف پارکینگ میخوام خدمتتون اعلام کنم. توجه داشته باشیم برای اجرای کرسی چینی ما یه کد ارتفاعی که توی نقشه بهمون داده شده رو اونو میخوایم تراز به صورت کلی داخل سرتاسر محدوده طبقه همکفمون داشته باشیم. حالا این به چه ترتیبی هست؟ نقشه بردار زحمت کشیده برای من اینجا کد ارتفاعی رو به صورت یه خط مورب، یه خط مستقیم اینجا به من نشون داده. من کد ارتفاعیم این حدوداً 1 متر، یعنی دقیقاً 1 متر و 50 سانتی از روی کف فونداسیونم بالاتره. عرض به خدمتتون روی کرسی رو که میخوایم در نظر بگیریم و اجرا کنیم به این صورته که شما از این خطی که نقشه بردار برای ما پیاده کرده، ما اینجا تو ارتفاع کرسیمون 40 سانتی. پس چیکار میکنیم؟ اندازه میگیریم از روی این 1 متر و 10 تا که بیایم پایین، دقیقاً روی این نقطه میشه ارتفاع روی کرسیمون. پس چیکار میکنیم؟ کاری که میکنیم نقشه بردار میاد یه نقطه مبنا رو، حالا صرفاً این که نقطه 1 متر و نیم بالای روی فونداسیون باشه این مطرح نیست. یک نقطه مبنا رو در سرتاسر طبقه به ما میده، یا اینکه 2 تا نقطه رو میده. ما خودمون با تراز لیزری این رو منتقل میکنیم به سایر نقاط. الان اون نقطه رو ما داریم، اگر که دوستان نشون بدن سایر نقاط هم حالا به همین ترتیب این اتفاق افتاده. پس چیکار میکنیم؟ این خط رو منتقل میکنیم، اگر من اون دوربین نشون بده خط رو منتقل میکنیم سایر نقاط روی کلیه ستون ها یا حالا هر چند تا ستونی که داریم ریسمون کشی میشه و اتفاقی که میفته 1 متر و 10 سانتی متر ما اومدیم از روی خطی که بهمون داده نقشه بردار اومدیم پایینتر، روی کرسی چینیمون به دست اومده. حالا اتفاقی که میفته خیلی از دوستان میان کاری که انجام میدن روی این کرسی ما رو، حالا کرسیمون رو بهتر بود که این بلوکی که اینجا کار شده رو به صورت 90 درجه نسبت به پایینی اجرا میکردن که این اتفاق نیفتاده و باید اصلاح بشه. خیلی از دوستان میان اینجا رو سیمانکاری میکنن یا حتی بدون سیمانکاری عایق رطوبتی همون ایزوگام رو از اینجا میبرن تا پشت کار ادامه میدن. ما کاری که انجام میدیم چیه؟ به خاطر اینکه خاصیت موینگی داریم ما اینجا و شما فکر کنید که تراز ارتفاع روی کفسازی پارکینگ من، سنگ سرامیک یا هر چیزی که هست، تراز ارتفاعش تا اینجا بیاد بالا، یعنی در حد 1 سانتی متر 2 سانتی متر بیاد بالاتر از روی تراز عرض به خدمتتون عایق رطوبتی ما. به همین خاطر اومدیم چیکار کردیم؟ یه رگ بلوک سبک اجرا کردیم به غیر از کرسی چینیمون، یعنی روی کرسی رو اومدیم بلوک اجرا کردیم و حالا چه کاری که اتفاق میفته اینه، روش یه ملاتی میکشیم، عایق رطوبتی یا ایزوگام رو از اینجا شروع میکنیم تا پشت کار میبریم. یعنی اگر کفسازی من تا این نقطه هم بالا بیاد دیگه انتقال رطوبت از این نقطه که اینجا عایق رطوبتی اتفاق افتاده ایزوگام شده دیگه بالاتر نخواهد رفت، همینجا خنثی میشه و بالاتر از این نمیره. ممنون، متشکرم.